آیت الله استعلی آقای قاضی. ایشون میگفتن که تو نجف یه آقایی بود از لاتای محل بود، اسمش قاسم بود. همیشه سر کوچه وای میساد و به هر حال بتلک مینداخت به اینو، ولی هر چی که بود نسبت به آیت الله قاضی ارادت داشت، اینو دوستش داشت. هر موقع آقای قاضی از کوچه رد میشد او بلند میشد اظهار ادب میکرد، آقا مخلصتیم، چاکرتیم، همینجوری اظهار محبت میکرد. آقای قاضی هم به هر حال باهاش خوب بود. اهل دین و اینا ابدا، فقط آقای قاضی رو دوست داشت. یه مرتبه آقای قاضی از کوچه رد شد، قاسم بلند شد مثل همیشه همون اظهار ادب کردن و مخلصتیم و همین حرفا. آقای قاضی گفتش که قاسم مگه نمیگی ما رو دوست داری؟ گفت آقا چرا؟ گفت بیا به حق همین دوستی مرد و مردونه یه چیزی من بهت میگم، قول بده عمل کنی. اون مردونه قول داد. گفت آقا چشم. آقای قاضی فرمود که بیا مرد و مردونه قول بده یه امشب قبل از اذان صبح سحر بلند شو یه دو رکعت نماز شب بخون. ما معمولا بخوایم به کسی چیزی بیاد بدیم و به راهش بیاریم از نماز شب شروع نمی‌کنیم. نماز صبح تو بخون، اصلا نماز تو بخون، حالا بقیه‌اش پیش کشه. ولی او دکتر فوق تخصص روحه، میدونه چه نسخه‌ای بده. این ادا در آوردنی نیست که کسی دیگه بخواد این کارو بکنه، اون خودش میدونه که چیکار بکنه. قاسم برق تعجب تو چشمش جهید. آقا من اصلا نماز صبحم بلد نیستم، چی شما میگی نماز شب بخون؟ آقای قاضی فرمودن که مگه قول ندادی مردونه انجام بدی؟ بیا به خاطر رفاقت با من این کارو بکن. آقای قاضی فرمود تو نیت کن من بیدارت میکنم. قاسم گفت آقا باش. رو حساب همون قولی که داده بود به رگ مردانگیش برخورد. گفت آقا باش. رفت یه ساعتی از شب رو نیت کرد، دید سر همون ساعت بیدار شد و وقتی که بلند شد دید چه حال خوبی داره. ممکنه بعضیا بیدار شن ولی حال ندارن، کسلن. بلند شد بره به سمت حیاط لب حوض وضو بگیره. همونجوری که داشت آستیناشو میزد بالا یه مرتبه دلش شکست. گفت خدایا یه عده‌ای هستن این موقع شب صداشون در خونه تو آشناست، ملائکه میشناسنشون. من بدبخت اصلا صدام اون طرف آشنا نیست، کسی منو نمیشناسه، اما به صدقه سر خوبان درگاهت که این موقع بیدار هستن خدایا من دیر اومدم ولی اومدم، من رو هم بپذیر. نقل میکنن این قاسم شد یکی از شاگردای آقای قاضی که بعد از یه مدتی نیم خورده غذاش رو تبرکن بعضیا میبردن. آقای قاضی با همه عظمت خاک پای امام حسینه. قبول دارید؟ اگه این رفاقت با آقای قاضی آدم رو به اون جاها میرسونه، رفاقت با امام حسین آدم رو به کجا میرسونه؟ به همون جایی میرسونه که اصحاب رسیده.